یکی از راه‌های تشخیص سالم بودن گیربکس ماشینتون، حالا چه موقعی که میخواید ماشین بخرید چه موقعی که میخواید برای خودتون همینطور تست کنید گیربکس رو ببینید سالمه یا نه، یه روشیه به اسم تست استال. چطوری کار میکنه؟ شما ماشین رو روشن میکنید، ماشین یه مدتی باید فار کنه گرم بشه، با ماشین سرد اصلا این کارو نکنید، آسیب میبینه ماشین که گرم شد شما دنده رو توی درایو قرار میدید، یه پا رو روی پدال ترمز تا ته فشار میدید که ماشین حرکت نکنه، با اون یکی پا پدال گاز رو تا ته فشار میدید به اندازه 4 تا 5 ثانیه. اصلا نباید بیشتر بشه که این کارم آسیب زا گیربکستون آسیب میبینه. پدال گاز رو فشار میدید تا انتها، ببینید که دور موتور تا کجا میاد. دور موتور شما اگه تا 2000 یا 2500 اومد گیربکس یعنی سالمه. اگه زیر 2000 رفت یعنی توربین گیربکستون خرابه. اگه بالای 2500 رفت یعنی نزدیک به 3000 شد یعنی کلاژ درایوتون ایراد داره، یا کلاژ سوخته یا صفحه ها سوخته. به همین شکل دنده رو توی دنده عقب قرار میدید، همینطوری تست میکنید. اگه دوباره دور موتورتون تا 3000 رفت یعنی که کلاژ دنده عقبتون خرابه. این یه راه خیلی خوبیه برای اینکه شما ببینید که گیربکستون سالمه یا نه، ولی خیلی مهمه که بیشتر از 4 5 ثانیه اصلا طول نکشه که گیربکستون آسیب میبینه.